سلام به جیگر ناقص پاره پاره مقام عظمای ولایت. بنده با عنوان سرکفتر بیت ولایت اومدم تا حال روز عظما رو تو این روزها تصویر کنم. شما نمیدونید آقا تو این شبها تو چه حالیه. میشینه پای سفره ساده انقلاب، رون ساده بوقلمو رو به نیش میکشه، شیشلیک ساده رو میذاره گوشه لپش، وافور ولایت رو میذاره تو منقل بحرانها. بعد شروع میکنه برای سفره خالی مردم اشک میریزه. اصلا یه حالیه. این چیه دادی دست من؟ من که قبلا گفتم بابا بستنی طلایی رو سفارش دادیم واسه جشن تکلیف دختر آقا میثم. آره میارن برج میلاد، خیالت راحت باشه. بله، داشتم از ساده زیستی مقام عظما و بیتش میگفتم. آقا شما باور نمی کنید اصلا. چند روز پیش یه نفر سوار تاکسی میشه، وقتی میخواسته پول حساب کنه میبینه راننده مقام عظماه. بله، کی باورش میشه که حضرت آقا صبحها مشغول امور ولایت، بعد عصرا میره مسافر کشی. خانوادگی اینطورینه، میفهمی؟ آقا مجتبی سر چهارراه گل میفروشه، میثمشون یک لنگ گرفته دستش تو گلوبندک شیشه ماشینا رو پاک میکنه. میبینی؟ پاک میکنه. هدی خانوم سر اتوبان همت وایساده اسفند دود میکنه. آره اسفند دود میکنه. اینا همه اینطورینه. کجای دنیا چنین چیزی هست آخه؟ بابا دارم روزه ساده زیستی رو میخونم. این چیه دوباره آوردی؟ نوه دختر عظما از اسپانیا نامه نوشته، میگه از اینکه من با پورشه میرم دانشگاه بقیه با ترن میرن خجالت میکشم. خب بابا من که قبلا گفتم براش یه ترن بخرید با ترن به دانشگاه بره که خجالت نکشه. داشتم براتون از ساده زیستی عظما میگفتم. اصلا یه حالیه این عظما. شپش تو چیبش ثقاب میندازه، یه شماره حساب داره اونم خالی خالیه، به طوری که تو حسابش اگه عطسه کنی صدای اکوی عطسش میاد بالا. عظما همیشه میگه نباید پولا رو انباش کرد. اونجا که پول انباش میشه اونجا شیطون لونه میکنه. میفهمی؟ شیطون لونه. این چیه دیگه بابا؟ بابا عظما گفته اون 2 میلیون دلار رو بریزید تو حساب سوئیس، بعد شما بردید ریختید تو حساب کانادا. طلا که حسابش جداست، اونا مال لندنه. بابا خنگ بازی در نیارید دیگه. دارم میگم عظما گفته انباشت پول محل جذب شیطونه، بعد شما میخواید همه پولا رو انباش کنید تو حساب سوئید. خب خونه شیطون میشه که اونجا. بابا اون کوچه‌ای که شما میخواید برید و عظما آسفالت کرده. آقا اینا که نداشتم ما 2 جمله از ساده زیستی عظما بگیم، اما شما بدونید که عظما خیلی ساده زیسته. آقا وایسا ببینم جنسا رو واسه لبران بردی یا نه؟